ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 24 ینور سال 2024 با نشر یک بیانیه ویژه گفت خبر در جمهوری تاجیکستان پناهنده شدن شهروندان فلسطین اساس واقعی ندارد و عکسی که در اینترنت میچرخد در اصل عکس دو سیاه از یک عائله از اردن است که برای تماشا به تاجیکستان آمدند. بنا به اطلاع میلیسای دوشنبه اخیراً در یک قطار شبکه‌های اجتماعی با نشر عکس‌های هیئت یک عائله خبرهای نشر گردید که گویا به جمهوری تاجیکستان شهروندان فلسطین هم چون گریزه شده آمدند و به کمک احتیاج دارند. از جانب کارمندان میلیسای پایتخت حالت مذکور مورد سنجش قرار داده شده و در نتیجه معین گردید که خبر مذکور اساس واقعی ندارد. شهروندانی که در رسمای نشر گردیده انعکاس یافتند اعضای یک عائله بوده زادگان دولت شایگری اردن میباشند که به جمهوری تاجیکستان همچون سعی آمدند. از جانب کارمندان میلیس به آنها راهنمایی‌های حقوقی رسانیده شد. ضمن معین کرده شد که آنها به مهمانخانه و همه لوازمات ضروری تامین بوده به کمک مادی احتیاج ندارند. ضمن صحبت از مهمان‌نوازی شهروندان جمهوری تاجیکستان اظهار مینه‌داری نمودند. گفته می شود در بیانیه میلیس پایتخت سر و صداها درباره به تاجیکستان پناه آوردن فلسطینی‌ها در پس منظر ادامه عملیات ارتش اسرائیل به ضد حماس در سرزمین‌های فلسطینی نوار غزه پنهان شدند. از سال 2007 حکومت غزه در دست گروه حماس است. در جریان نبردهای بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در نوار غزه از ماه اکتبر به این طرف هزاران نفر کشته و 10,000 دیگر بی‌خانه و در شدند.